داستان اولین روز، نوشته گلیه ترقی. من اینجا چه کار میکنم؟ آدم‌های مچاله با صورت‌های مقوایی و چشم‌های مسدود روی نیمکت‌های چوبی کنار هم نشستن. آدم‌های ویران با دست‌های پیر. از این پرستارهای سفید پوش موطلایی وحشت دارم. از این باغ خاموش بیگانه، از این درخت‌های سوگوار با سایه‌های غمگین خاکستری، از این شمشادهای صاف منظم، یک اندازه، یک شکل، ایستاده کنار هم مثل سربازهای آماده به خدمت. به باغ شمیران فکر می کنم، به درختان تبریزی که همبازی‌های من بودند، به مجسمه‌های گچی توی باغچه‌ها و پری دریایی چاق و چله‌ای که پای استخر ایستاده بود. پدرم را می بینم که روی صندلی راحتیش زیر درختان چنار کنار جوی آب نشسته و سایه بزرگش تا انتهای باغ شمیران گسترده است. میگوید من خانه بزرگ با باغ و استخر و مجسمه‌های سنگی دور و بر باغچه‌هایش می‌خواهم. خانه‌ای با اتاق‌های آفتابگیر و زیرزمین‌های خنک برای روزهای داغ و ایوانی وسیع برای خوابیدن زیر صافترین آسمان جهان. دیشب او را در خواب دیدم. در یکی از شهرهای قدیم مصر بودیم. روی پیشانیش ستاره‌ای طلایی شبیه به تکه‌ای از خورشید می‌درخشید و چشمان نافذش به نقطه دور در افق خیره بود. شاید به سرنوشت فرزندانش نگاه می‌کرد، به خرابه‌های باغ شمیران، به ایل و تبار پراکنده‌اش در گوشه و کنار جهان و به من محبوس میان این آدم‌های غریب. صدایش ته گوش‌هایم زنگ می‌زند. من فولادم و فولاد هرگز زنگ نمی‌زند. خودم را به تصویر و قدرت جادویی او می‌آویزم، به نیروی این مرد آهنین، فاتح بیماری‌ها و دشمن آدم‌های ضعیف. با خود می‌گویم باید از اینجا دور شوم تا دیر نشده، همین الان. پاهایم به زمین میچسبد و بدنم متعلق به خودم نیست. فکرهایم پراکنده و کلمه ها از ذهنم میگریزد. همه چیز در سرم تکثیر میشود. اشکال، اعداد، صداها، چروکهای ملافه و تیک تاک ساعتها، صورتها از برابر چشمهایم عبور میکنند، روی هم میافتند، تغییر شکل میدهند و ناپدید میشوند. میان گذشته و حال میچرخم بی آنکه بتوانم روی لحظه‌ای مشخص متوقف شوم. دکتر توی باغ قدم میزند. به طرف من میآید و دستش را روی شانه‌ام میگذارد. دست سرد و غریبه‌اش را. اولین روز ورودم است. اسمم را یادداشت میکند. میپرسد: ملیت؟ ایرانی؟ حرفه؟ نویسنده؟ محل تولد؟ تهران. همه شیرین شهری آشنا توی سرم میچرخد و باغ شمیران مثل خوابی سبز پشت پلک‌هایم مینشیند. تهران با آن حرف بازی گوش ر که زیر زبان میغلطد و آن آی کشیده بلند مثل دهانی وسوسه انگیز بازارهای رنگین من را در خود فرو میکشد. کسی از دور صدایم میزند، کسی از آن سوی کوه‌ها و دریاها. پسر جوان همسایه ته کوچه ایستاده و دستش را برایم تکان میدهد. من عاشق این پسر هستم، اما اسمش را نمیدانم. به موهایش مایه‌ای چسبناک میزند و موهایش به بلندی یک خربوزه بالای سرش ایستاده است. صورتش پر از جوش‌های قرمز است و یقه پیراهنش را تا نزدیک کمر باز می‌گذارد. با خودم می‌گویم که تا ابد، تا روزی که زنده‌ام، عاشق این پسر خواهم بود و 2 روز نگذشته فراموشش می‌کنم. زنگ کلیسا همراه با آژیر سرسام‌آور آمبولانس غربت اطرافم را تشدید می‌کند. کجا هستم؟ مردی جوان به لاغری ترکه با صورتی سفید و چشم‌های درشت سیاه به من خیره شده است. نگاهش را دوست ندارم.
بلند بلند با خودش حرف میزند و میخندد. انگشتش را روی لبش میگذارد و با به هم زدن پلک‌ها و حرکات سر به من میفهماند که ساکت باشم. با خودم میگویم نه، من شبیه اینها نیستم. غیر ممکن است. باید با خانم دکتر حرف بزنم. باید حالیش کنم که پریشانی حال من دلیل دارد. دلیلی معقول و قابل فهم. زنی پیر به طرفم میآید، میخواهد موهایم را نوازش کند. شانه آهنین توی دستش است. خودم را کنار میکشم. عقب عقب میروم و روی اولین نیمکت خالی مینشینم. ولکن من نیست. دست به موهایم میکشد. لباسش بوی صابون زیتون میدهد. بوی ملافه های خنک تازه شسته. بوی رختخواب کودکیم. بند رخت روی پشت بام است. پشت ملافه ها قایم شدم. هرچه صدایم میزنند جواب نمیدهم. دنبالم میگردند. با شنکش آب حوض را هم میزنند. توی کوچه هستند. صدایشان از ته باغ میآید. نگرانی بزرگترها را دوست دارم. میدانم که تنبیه بزرگی در انتظارم است. با این حال جواب نمیدهم. میترسم و از ترس خوابم میبرد. پرستاری زیر بازویم را میگیرد. بلندم میکند و من را به طرف ساختمانی سیمانی هدایت میکند. میلرزم و اضطراب مثل دردی جسمانی توی بدنم میچرخد. پله پله بالا میرویم. پله های تمام نشدنی. وارد اتاقی نیمه تاریک و نیمه خالی میشویم. تخت خواب باریک سفید، پرده های آبی، میزی کوچک و یک صندلی. من اینجا پشت این پنجره های بسته زیر این آسمان بارانی خواهم مرد. داد میکشم از آن فریادهای بی صدایی که در گلو میماند. مثل کسی هستم که خواب میبیند. میدود و سر جایش ایستاده است. لباسهایم را در میآورند و روپوشی بلند و گشاد تنم میکنند. دراز میکشم روی تخت. دستی پرده را کنار میزند. دستی پیشانیم را نوازش میکند. کسی با زبان بیگانه چیزی به من میگوید. فرو رفتن سوزنی را توی گوشت بازویم حس میکنم. خانم دکتر نبضم را میشمارد. پلک‌هایم یواش یواش سنگین میشوند و حسی تنبل و خوب توی تنم میچرخد. بالشم پر از جیک جیک گنجشک‌های باغ شمیران است. میتوانم صبح تا هر وقت دلم خواست بخوابم. فردا تعطیل است و نهار را توی باغ پای جوی آب میخوریم. حسن آقا قالیچه ها را روی زمین میاندازد و متکه ها را به تنه درخت ها تکیه میدهد. خاله آذر تمام مدت به فکر زیبایی و رنگ لطافت پوستش است. از نور آفتاب دوری می کند و حریری سفید مثل پشه‌بند روی صورتش می اندازد تا آفتاب پوستش را لک نکند. هر وقت از بیرون می آید هندوانه ای را از وسط می برد، تویش را خالی می کند و نیمه آن را روی صورتش می گذارد تا پوستش شفاف و با طراوت شود. می گوید که این کار را از ملکه زیبایی آمریکا یاد گرفته و دستورش را در مجله فرنگی خوانده است. وقت خندیدن دهانش را قنچه می کند تا زیر چشمها و دور دهانش چروک نیفتد. به نوک دماغش هم شبها گیره رخت می زند تا کوچیک و سربالا شود. می گوید این کار را هم از ملکه زیبایی آمریکا یاد گرفته است. هر صبح که چشمهایم را باز می کنم صدایی کنار گوشم روزهای هفته را می شمارد. صدا با من حرف می زند و مثل امواج رادیویی کهنه دور و نزدیک یا کوتاه و بلند می شود. صدا به من می گوید باید بلند شوم، دوش بگیرم، لباسهایم را عوض کنم و صبحانه‌ام را پشت میز بخورم. میچرخم و رو به دیوار میخوابم. صدا از من چیزهایی میپرسد و به من میگوید که 2 هفته از زمان بستری شدنم میگذرد. خانم دکتر دستور میدهد صندلیم را پای پنجره بگذارند. کسی به من کار ندارد و کسی اجازه ندارد به دیدنم بیاید. دستور جدید: باید هر روز صبح در باغ گردش کنم و نهارم را با دیگران سر میز بخورم. میگویم نه و ملافه را روی صورتم میکشم. پرستارها ابتدا با مهربانی و خواهش و عاقبت با زور
من را از تخت پایین میکشند. کمک میکنند لباسم را عوض کنم، کفشهایم را بپوشم و آبی به صورتم بزنم. اگر به حال خودم باشم از جایم تکان نمیخورم. خواب و فرار و فراموشی تنها چیزی است که میخواهم. از روشنایی روز میترسم و دلم میخواهد زمان به شبی ابدی تبدیل شود. میگویم صبر کنید تا فردا، تا چند روز دیگر. التماسشان میکنم، فایده ندارد. از این حرفا زیاد شنیدند. میرویم توی راه رو، زیر بغلم را گرفتند. تنم پوک و خالی است. ولم کنن میافتم. نرده کنار پله ها را میچسبم. به باغ که میرسیم تنهایم میگذارند. مینشینم روی نیمکتی چوبی، دورتر از دیگران. خانم پیر با شانه آهنی من را میبیند و به طرفم میآید. میایستد پشت سرم. میخواهد موهایم را شانه کند. تکان نمیخورم. تسلیمم. سنجاق‌های سرم را در میآورد. موهایم را نوازش میکند. شانه میزند. میبافد. چه خوب است وقتی کسی مهربان موهای آدم را میبافد. دگمه های روپوشش را میبندد و نان مربایی توی کیف مدرسه‌اش میگذارد. اسمم را در دبستان فیروزکوهی نوشتند. باید عجله کنم. مادر موهایم را میبافد و یک قاشق روغن ماهی توی حلقم میریزد و به جبران مزه گندان یک مشت آب نبات توی جیبم میچپاند. کفش های ورنیم چرخ چرخ میکند و روپوش آهار خوردم بوی نشاسته میدهد. کیفم پر از کتابچه های نو و مدادهای رنگی است. همه صف میبندیم و خانم ناظم دستها و ناخونهای من را نگاه میکند. بچه‌های کثیف پس گردنی میخورند و ته صف میایستند. آنها که علاوه بر دستهای کثیف یقه روپوششان هم چرک است یا کیف و کتابچه ندارند، گوشه حیاط روی یک پا میایستند و دستهایشان را هوا میکنند. آنها که گریه میکنند توی زیرزمین تاریک حبس میشوند. خانم ناظم اسمم را میپرسد. چند تا آب نبات توی دهانم چپاندم. لبهایم باد کرده است. نمیتوانم جواب بدهم. دستور میدهد دهانت را باز کن. سرم را تکان میدهم. زور میزنم آب نباتها را درسته فرو بدهم. خانم ناظم از شدت عصبانیت سرخ شده است. انگشتش را توی دهانم فرو می کند. آب نباتها به حلقم می جهند و نزدیک است خفه شوم. به خرخر می افتم. جایم در سیاه چال است. آب نباتها را می جوم و گریه می کنم. فکر تاریکی زیرزمین مو به تنم راست می کند. پا به فرار می گذارم و دور بشکه‌های آب می چرخم. فراش مدرسه دنبالم می کند و سر پیچ یقه‌ام را می گیرد. می گوید بچه خر، ساکت باش وگرنه مداد لای انگشت‌هایت می گذارند. دستش را گاز می گیرم و لگد به قوزک پایش می زنم. دخترهای بزرگتر، شاگرد اولهای نونور شانه هایم را می گیرند و مرا کشان کشان از پله ها پایین می برند. کلید سیاه چال را دارند. درش را باز می کنند و هلم می دهند. اردنگی جانانه‌ای به من می زنند و در را می بندند. ترسم و جیغ میکشم. دختر دیگری هم مثل من زندانی است. به من میخندد. چرا قوه دارد و نورش را به صورتم میاندازد. صورتش توی تاریکی است. از عنکبوت‌ها و سوسک‌های زیر زمین نمیترسد. از کجا این چراغ قوه را گیر آورده و چطوری آن را دور از چشم خانم ناظم قایم کرده است؟ جلوتر میروم. دهان او هم پر از خوراکی است. لواشکی را که به نیش کشیده گاز میزند و نصفش را به من میدهد. مینشینم کنارش و ترسم میریزد. چشمم کم کم به تاریکی عادت میکند و در نور چراغ قوه صورتش را میبینم. موهای کوتاه دارد و شکل پسرهاست. با خودم میگویم این دختر که چشمایش مثل چشمای گربه برق میزند و از تاریکی و جانورهای زیر زمین نمیترسد، بهترین دوست من خواهد شد. با هم همانجا شرط خواهری میبندیم و آب نبات‌هایمان را تقسیم میکنیم. حرف میزنیم، میخندیم و خوشحالم از اینکه حبس شده ایم و سر کلاس نمیرویم.
خانم ناظم نمی‌داند که من خوشبخت ترین شاگرد مدرسه هستم و مثل آدم‌های عاشق قلبم از خوشی می‌کوبد. پیش از تعطیل شدن کلاس‌ها آزاد می‌شویم. دست دوست کوچکم را می‌گیرم و ترسم از درس و مدرسه می‌ریزد. خانم دکتر اغلب درباره تجربه‌های عاشقانه من سوال می‌کند. به دوست کوچک فکر می‌کنم. به آن عهد ابدی که با هم بسته بودیم. دوست دروغگو، قلبم بعد از این همه سال دوباره از عشق او لبریز می شود و اشکهایم سرازیر می شود. اولین عشق یادم نمی آید. کی؟ کجا؟ 10 تصویر مثل عکس‌های افتاده روی هم مقابل چشمهایم ظاهر می شوند. پسرهای محله محمودیه، راننده های اتوبوس، دوستان مسن و کچل پدر، هنرپیشه های سینما، رهگذری غریبه توی کوچه، موجودات خیالی، نویسندگانی که عکسشان توی روزنامه است. هر روز هفته عاشقم و خدا می‌داند عاشق کی. فرقی هم نمی کند. آقای ساقی، باقی، حسامی، اسمش از یادم رفته است. هر کس از دوستان دایی هاست. هر وقت مهمانی داریم او را خبر می کنند تا آواز بخواند و سنتور بزند. شبیه آدم های مردنی است. موهایش ریخته و زیر چشمهایش کبود است. رنگش هم به زردی زردچوب است. شبیه قهرمان مسلول آخرین رمانی است که خواندم. چشمم که به او میافتد سرخ میشوم و قلبم میکوبد. از دور نگاهش میکنم و آه میکشم. مطمئنم که به زودی خواهد مرد و اشکهایم سرازیر میشود. تریاکی است. تریاکش را گوشه لپش میگذارد و مثل آب نبات میمکد. میدانم، از بزرگترها شنیدم. وقت نواختن سرش عرق میکند و بوی بدنش در اتاق میپیچد. مادر دماغش را میگیرد و اخم میکند و من که از لای در نگاه میکنم و حق ورود ندارم با خودم میگویم که این خواننده غمگین و نوازنده تریاکی معشوق ابدی من خواهد بود. بعدها میشنوم که خودش را توی گنجه اتاقش حلق آویز کرده است. دلم برایش میسوزد و تهمانده خاطرش هم از ذهنم پاک میشود. خانم دکتر اصرار دارد که با مریضهای دیگر توی سالن ناهارخوری غذا بخورم. معاشرت کنم، حرف بزنم، نگاه کنم و بفهمم کی و کجا هستم. باید از گذشته فاصله بگیرم و به زمان حال برگردم. باید من کنونیم را بشناسم و این موجود واقعی را در فردا و آینده مجسم کنم. نمیتوانم. از آینده وحشت دارم و امروز زمان خالی و معلقی است که به هیچ مکانی متصل نیست. تنها گذشته واقعیت دارد. مثل دامن گلدار مادر من را در پناه خودش میگیرد. سالن غذاخوری اتاقی بزرگ و پر نور است. چراغ‌های نور افکن آویزان از سقف خطوط تلخ صورتها را تشدید می کند. شبیه به اتاق بازجویی و شکنجه است. یا به چشم من اینگونه می آید. به نگاه خودم اطمینان ندارم و می دانم که دنیای بیرون آنطور که من می بینم نیست. اشباحی ساکت و مبهوت دور میز ناهارخوری نشستن. همه دست جمعی به من ظلم می زنند. یکی از آنها می ایستد و قاشقش را به من تعارف می کند. چند نفر دیگر هم از او تقلید می کنند. دستها با قاشق و چنگال و بشقاب به سوی من دراز شدند. پرستاری به کمکم می شتابد و دستش را دور بازویم حلقه می کند. انگار موجودی عقب ماندم و باید راه و رسم نشستن و خوردن را یاد بدهند. می نشینم سر نیمکت، آماده برای فرار. مردی کنارم نشسته و خیره به بشقاب غذایش نگاه می کند. ماتش برده و حواسش جای دیگر است. پرستار دستهایش را به هم می کوبد. داد می کشد. ساکت! خبر خوبی برایتان دارم. یک شنبه روز جشن است. همه جز من دست می زنند و هورا می کشند
با قاشق‌هایشان به لبه لیوان‌ها می‌کوبند و می‌خندند. روزهای تعطیل اغلب جشنی کوچک در باغ یا در سرسرای داخلی برگزار می‌شود. گهگاه نوازنده‌ای که یک زمان در این کلینیک بستری بوده به دیدن دوستان قدیمیش می‌آید و برای آنها پیانو یا ویولون می‌نوازد. آمدن او مایه امیدواری است و به دیگران قوت قلب می‌دهد. پیش از شروع جشن به پرستارها می‌فهمانم که در این برنامه شرکت نمی‌کنم. محال است. خانم دکتر از آنجا که اخلاق گند مرا می‌شناسد دستور می‌دهد آزادم بگذارند. جشن امروز در باغ است. از پشت پنجره نگاه می‌کنم. مهمانی ارواح است. ارواح سرگردانی که با یاد عشق‌های قدیمی و آرزوهای رفته برباد دور یکدیگر میچرخند. دو زن کمر هم را گرفتند و تلو تلو میخورند. چشمهایشان بسته است. سرهایشان را با ضرب موسیقی تکان میدهند و گهگاه لبخند میزنند. انگار خوابند و خوابی خوش میبینند. پسر جوانی که با خودش حرف میزد و به من شکلک در میآورد دور آدم‌ها میچرخد و تون تون حرف میزند. میگویند شاعر است و تو کتاب شعر چاپ کرده است. بعضی شبها به کافه نادری میروم و خاله آذر با شوهرش میرقصد. هر دو به کلاس رقص‌های فرنگی میروند و آنقدر خوب میرقصند که مردم برایشان دست میزنند. نیروانا خانم و مینروا خانم دخترعمه‌های مادرند. آکاردئون و پیانو میزنند و هر وقت به خانه ما میآیند گرامافون قدیمی را راه میاندازند و همه را وادار به رقصیدن میکنند. مادر خجالتی است. بلد نیست و خودش را کنار میکشد. یزدان پسر مینروا خانم دیوانه است. از در و دیوار بالا میرود. تا به حال 10 بار دست و پا و سرش شکسته است. تیر کمان دارد و استاد کشتن گنجشک هاست. پدر و مادرش وقتی از خانه بیرون می روند او را با طناب به صندلی می بندند تا بلایی سر خودش نیاورد یا خانه را به آتش نکشد. به خانه ما که می آیند او را به درخت می بندند. گاهی وقتها گرسنه و یا تشنه است و داد می کشد. نیروانا خانم بلالی را جلوی دهانش می چرخاند و او گاز می زند. به نظر مادر این کار زشت و ظالمانه است و دستور می دهد طناب‌هایش را باز کنند. اما این پسر به محض آزاد شدن مثل تیری رها شده از کمان می دود. می پرد. پایش به سماور می گیرد که دمر می شود و دستش به ظرف میوه و بشقاب‌های روی میز می خورد که می ریزند زمین. مادر داد می کشد او را بگیرند و از نو به درخت طناب پیچش کنند. محکم‌تر از پیش. پدر حوصله اینجور مهمانی ها را ندارد. توی اتاق خودش می ماند و کار می کند. هر بار که از لای در نگاهش می کنم می بینم که مشغول نوشتن است. من عاشق اتاق کارش هستم. پر از کتاب و روزنامه است و میزش به بزرگی تخت خواب من است. اولین قصه‌ام را پشت این میز نوشتم. چند سال دارم. آنقدر کوچکم که سرم به زحمت به لبه میز می رسد. میدانم که پدر نویسنده است و نباید مزاحمش شوم. یواش بی صدا میروم توی اتاق و پشت سرش میایستم. سرک میکشم. قلمش روی کاغذ سفید میلغزد. سرش عقب و جلو میرود و زبانش را مدام به لب پایینش میمالد. از سر قلمش موجودات ریز سیاه مثل هزاران مورچه بیرون میریزند و روی کاغذ میخزند. میفهمد کنارش هستم. صدایم میزند. از او میخواهم چیزی برایم بنویسد. قلمش را توی دوات مرکب فرو میبرد. شکلی عجیب میکشد و میگوید ببین این اسم توست. دوباره قلمش را توی دوات فرو میبرد. کاغذ را زیر دماغم میگیرد و میگوید این یک نان خامه‌ای است. نان خامه‌ای؟ شکمم به قار و قور میافتد و دلم ضعف میرود. چند بار دیگر قلمش را توی دوات فرو میبرد و برایم عکس یک پروانه، یک توپ و یک خیار را میکشد. هرچه هست توی آن دوات جادویی است. پر از خوراکی و اسباب بازی هاست. نان خامه‌ای هم آن توست. پر از قصه هایی است که پدر تعریف میکند
و پر از حرف‌هایی است که دلم می‌خواهد اختراع کنم. بعد از ظهر وقتی پدر خوابیده است خودم را به میز کارش میرسانم. قلمش را پیدا نمی کنم. انگشتم را توی دوات فرو می کنم و روی کاغذ می مالم. بوی مرکب توی سرم می پیچد و کیف می کنم. دستهای جوهریم را به لباسم می مالم و انگشتهایم را یکی یکی توی دوات فرو می کنم. تکانش می دم. دمرش می کنم. دست و سر و صورت و لباسم پوشیده از لکه‌های جوهر است. چه کیفی. ولم کنن روی دیوارهای سفید را هم نقاشی خواهم کرد. دلم میخواهد 100 تا دوات مرکب داشتم و 100 تا قلم و 100 تا انگشت و یک اتاق کاغذ سفید. مثل پدر شدم. نویسنده‌ام. دلم میخواهد قصه ای را که نوشتم نشانش بدهم که دستی از پشت یقم را میگیرد و صدای خشمگین مادرم توی گوشم میپیچد. بچه کثافت. ببین چه به روز لباست آوردی؟ دوش آب داغ را روی سرم میگیرد و لباسم را میشوید. جیغ میکشم و دنبال قصه ام میگردم. قصه ای که آب آن را برده است. شاید برای همین است که مینویسم و هیچ وقت راضی نیستم. انگار جایی ته سرم همچنان به دنبال آن اولین قصه میگردم. آن تنها قصه کامل خوب. خانم دکتر از عشق من به نوشتن آگاه است. برایم یک دسته کاغذ سفید و چند تا مداد نوک‌تیز می آورد. می نشینم پشت میز و ماتم می برد. چی بنویسم؟ چطوری؟ از کجا شروع کنم؟ مدادی را میان انگشتان می فشارم و پاکن ته آن را می جوم. صورتم را به کاغذ سفید می چسبانم و زبانم را به لبه برنده آن می مالم. قلبم تند می زند. چشمهایم را می بندم و مدتها به همین حال می مانم. خانم دکتر به کمکم می آید. به من می گوید خانم نویسنده، خوابهایت را بنویس. تو که همیشه از گذشته‌ات حرف می زنی. خاطره هایت را بنویس. می نویسم، خط می زنم. دنبال کلمه ها می گردم. فکرهایم آشفتند و جمله هایم سر و تن ندارند. مثل شاگرد تنبل و عقب افتاده‌ای هستم که قواعد دیکته و دستور زبان را فراموش کرده است. اتاقم پر از کاغذهای مچاله شده و مدادهایم را 10 بار تراشیدم. پاک‌کن‌ها را با دندان تکه تکه کردم. جویدم، خوردم. می نویسم و خط می زنم. خاطره ها رنگ باخته و پراکنده به ذهنم هجوم می آورند و مثل دایره های دوار روی آب چرخ زنان ناپدید می شوند. بعضی روزها ناامید از نوشتن دست می کشم و دوباره در یک هیچ بزرگ فرو می غلطم. صبحها نمی توانم از جا بلند شوم و تمام روز می خوابم. اما میل به نوشتن از درون نیشم می زند. کلمه ها دست از سرم بر نمی دارن. در خواب هم دست از سرم بر نمی دارن و مثل لشکری از مورچه ها روی لبها و پلکایم می خزند. چندین هفته سکوت می کنم و بعد دوباره کاغذها را پیش می کشم. اغتشاش ذهنیم کمتر شده و حالم رو به بهبودی است. می توانم تنها در باغ قدم بزنم و 1-2 صفحه از روزنامه صبح را بخوانم. نوشتن چند جمله کوتاه، تعریف کردن ماجرایی ساده، نیروی تازه به من بخشیده است. تلنگری عاشقانه به قلبم خورده و بعد از مدتها حسی شیرین و بازیگوش وسوسه‌ام می کند. با خودم می گویم اگر بتوانم بنویسم خوب خواهم شد و می خواهم خوب شوم. خودم را به این شکل ناتوان و بیمار قبول ندارم. می دانم این غریبه که در جانم خانه کرده مهمانی ناخوانده و غریبه است و حضورش موقتی است. هرچه توی سرم می‌گذرد می‌نویسم. مهم نیست که آشفته و در همند. مهم نیست که سر و ته ندارد. این ابتدای کار است. سلامت روانی من در گرو نوشتن فکرها، حسها و خاطره هایم است. باید از واژه‌ها، حرفها، نقطه‌ها ریسمانی محکم ببافم و از این چاه تاریک، چاه خواب و خاموشی بیرون بیایم. کلمه ها مثل اقماری رها شده از جاذبه زمین در فضا شناورند و دورم میچرخند.
هر کدام را که نزدیک دستم باشد میقاپم و روی کاغذ میچسبانم. زبانی رمزآمیز اختراع کردم، مثل سنگ نوشته قدیمی که میبایست معنایش را کشف کنند. خانم دکتر به کارم اعتقاد دارد و تشویقم میکند. پرستارها آزادم گذاشتند. اجازه میدهند میان کلمه ها گردش کنم، دست به سر و گوششان بکشم، در آغوششان بگیرم، بهشان عشق بورزم یا برعکس کتکشان بزنم، تکه پارهشان کنم و دست و پایشان را با طناب به هم ببندم. با نخهای رنگین کلمه ها قالی پرنده‌ای می بافم و به دورترین روزهای گذشته سفر می کنم. به نخستین خاطره ها. سوار ماشین دایی سرهنگ هستیم. مادر و زندایی جلو نشستند و من عقب ماشین ایستادم. سرم تا طاق ماشین چند متر فاصله دارد. شانه های لباس مادر و زندایی بالا ایستاده. انگار زیرشان بقچه گذاشتن. هرچه هست جلوی چشمم را میگیرد. از خیابانی تاریک و بدون چراغ عبور میکنیم. عجیب خلوت است. مادر از این خیابان میترسد. میگوید نباید از اینجا میومدیم. نهر کرج جای لات‌ها و چاقوکشاست. زندایی شنیده که 2 نفر را توی این خیابان کشتن. دایی به این حرفا میخندد. افسر ارتش است و لات‌ها از او حساب میبرن. شمشیرش را دیدم. به دیوار اتاقش آویزان است. سر شانه هایش هم پر از ستاره های فلزی و ریشه های طلایی است. ستاره ها برق میزنن و انگار شکلک در میآورن. لشم میگیرد. روی شانه دایی نشستند و به من پوز میدهند. ستاره های پر رو بی ادب. یکیشان را میان انگشت هایم میگیرم و میکشم. کنده نمی شود. دایی با تکان شانه دستم را پس میزند. میگوید آی بچه چه کار میکنی؟ بشین سر جات. مادر میگوید با فندک بازی نکن. بازی میکنم. فندک را فشار میدم. 1 دقیقه بعد میپرد بیرون. سرش داغ و قرمز است. ستاره ها روی شانه دایی نگاه هم میکنن. انگار ترسیدن. فندک را میگذارم روی شانه برجسته دایی. وسط 2 ستاره. چیزی صدا میدهد و فرو میرود. دود نازکی بلند میشود. میدانم که دارم بدترین کار دنیا را میکنم. دلم میخواهد کسی جلوی دستم را بگیرد و بگوید نکن. دایی بو میکشد. پیف پیف. مادر میچرخد و به من نگاه میکند. شکل گرگ شده است. زنداییم میچرخد و به من نگاه میکند. دهانش نیمه باز است. دندانهای گرازش درازتر شدن. جیغ من از جیغ مادر و دایی بلندتر است. توی سرم تاریک میشود. مثل لامپی که 1 مرتبه بسوزد. از حال میروم. اولین قصه هایی که می نویسم چرک نویس های آشفته و ناتمامن. اما آرام آرام مثل گیاه های رونده از دیوارک های ذهنم بالا می خزن و کنج و کنار سرم را می پوشانند. هر بار که داستانی را از نو باز نویسی می کنم کامل تر و بهتر می شود و قدمی رو به جلو بر می دارم. دلیلی برای برخاستن از خواب پیدا کردم و در خلأ دلهره انگیز صبح‌ها چراغکی کوچک سوسو می‌زند. خانم دکتر ظهور این چراغک را به فال نیک می‌گیرد و به من می‌گوید که اتفاقی خوب در انتظارم است. چراغ علایالدین را یافتم و از آن می‌خواهم کمکم کند تا دوباره بتوانم بنویسم. 1 ماه نگذشته 4 داستان نوشتم. اغلب شبها بیدار می‌شوم و می‌بینم صورتی آشنا از انتهای خاطره‌های دور به دیدنم آمده است. گاه آنچنان واقعی و زنده است که تماس سر انگشتانش را با پوست صورتم احساس می‌کنم. دیشب عزیز آقا راننده اتوبوس شمیران در قالب شبح خیالی به دیدنم آمده بود. نگاه هم می‌کرد و با چشم‌های خسته و پف کردش به من می‌فهماند که فراموشم نکرده و عهدی که با هم بسته بودیم همچنان پابرجاست. از پس هر خاطره دیگر نمایان می شود. مستر غزنی، معلم انگلیسی، گیتی خانم، زن بد همسایه، دایی ها، آدم های خوشبخت سالم، آدم های غمگین شکست خورده، همه به یادم می آیند تا جای خود را در میان نوشته هایم تصاحب کنند. چشم هایم را می بندم
و میبینم که اتوبوس شمیران آهسته از دور میآید. راننده‌اش برایم چراغ میزند و قلبم از خوشی میتپد. با خودم میگویم من سوار هیچ اتوبوسی جز اتوبوس عزیز آقا نخواهم شد. خانم دکتر آخرین داروی شب را برایم میآورد. میخواهم دنباله داستانی را که نوشتم برایش بخوانم. چراغ اتاق را خاموش میکند و میگوید باقیش بماند برای بعد، برای فردا.